الان نه تنها بچه‌های سومونای بچه‌های اینجا میریزن سرمون. عالیه. گیرم گرفت. زنگوله فشارش بده اینجوری. دانشگاه چه خبره؟ دانشگاه رو باید چیز کن. حالا دانشگاه چه خبره که چیزی کجا چه نیست. خبره؟ دانشگاه سوهانک چه خبره؟ اول اینکه من 3 بار رفتم دانشگاه. اسکول خودتونی. اسکول خودتونی. بچه یه سری به چیزای جنجالی که نیکا هم نمیتونه. نه خب تو یه بار رفتی؟ بله. اجازت. خب مثل که بقیه نورمال تر از منم. خب من یکم اسکولم. خب من 3 بار رفتم دانشگاه. نیکا 2 بار شدید. آها 2 باری که الان هستی. آره 3 بار میشه دیگه. 3 بار ترم اول خوندم من. 1 بار دانشگاه کرج بودم. آره چه رشته‌ای؟ مهندسی کامپیوتر بودم. بعد فقط عمومی ها رو پاس کردم و گفتم خدافظ بمونید واسه خودتون، من دوست ندارم اینجا رو. الان نه تنها بچه‌های سومونای بچه‌های اینجا میریزن سرمون. عالیه. چی بگیم؟ ترم 1 یا اول فصل. میدونی چیه خیلی عجیب بودن ترم 1 اینه که اول خیلی بهت خوش میگذره. خب یعنی ترم 1 احساس میکنی که قشنگترین سال عمرتو داری میگذرونی. خب یعنی اینجوریه که ظاهرش خوبه. خب بعد که ترم 1 تموم میشه اصلا اون کسایی که باشون میگشتین تبدیل به صداتون نیومد خانم کو. نه جدی اصلا انگار با اونا دیگه انگار اصلا یه آدم دیگه این تو نمیشناختیشون. مثلا الان که ترم 4 دیگه انگار نمیشناسی طرفو. تهش مثلا بگه سلام. اونم اینجوری سلام. تازه یه که سلام اینا خیلی بچه روابط خوب. آره خوبش سلامه. خب خانم بفهم ترم اول چه گذشت؟ خب ترم اول ما 14 تا واحد داشتیم. همه 14 تا واحد. بعد خب وقتی که مثلا واحد رو چون خود دانشگاه میده، خب با یه سری از بچه‌ها تو همه کلاس‌ها یکی دیگه. مثلا خب من با دیانا ترم 1 اصلا ما هم دوست نداشتیم. خب من اول اینجوری بودم که اصلا با بچه‌ها رفت آمد نمی‌کردم، همینجوری واسه خودم میرفتم میومدم. بعد دوست نداشتم با کسی رفت آمد داشته باشم. بچه‌ها رو می‌دیدم کم کم دارن تشکیل گروه میدن، همین بچه‌هایی که تو همین کلاس هم یکی بودیم. بعد همینجوری بچه‌های جدید میومدن و اینا. من نمی‌خواستم با اینا رفت آمد داشته باشم. یعنی نمی‌خواستم انجام بدم که خب خجالتی بودم، فقط میرفتم میومدم. بعد یه روز یه کلاس داشتیم ساعت 6 خورده غروب. بعد من همینجوری نشسته بودم دیدم کلاس تشکیل نمیشه و کلا کلاس تشکیل نمیشد. بعد دیدم یه دخترم اومده و اینا و من خیلی استرس داشتم چون هوا تاریک بود. بعد اونم نوکی قله بود و تا خونه ما 3 ساعت راهه از اونجا. بعد با اون دختری در حرف زدیم و اینا فهمیدیم اون خونه‌شون تقریبا به خونه ما نزدیکه. بعد دیگه با اون آشنا شدیم و با هم یه ذره میرفتیم و میومدیم با اون دختر فقط. بعد که دیگه اون دخترم منو اومد رفتیم با هم دیگه توی گروه همین ترم 1 و اینا. حالا من برعکس تو بودم. اینجوری بودم که چون یه ترم چیزی که دوست نداشتم خونده بودم، اینجوری بودم که سلام همگی من اومدم. بعد اصلا قبل اینکه بریم دانشگاه ما یه گروه زدیم با بچهای نمایش نه مثلا بچهای هنر بودن، بچهای طراحی صنعتی دیگه، خلاصه چند نفری بودن. حتی یکی اشتباه از دانشگاه پونک اومده بود مهندسی. بعد میگه بچه هیچ کدومتون پونک نیستید. بعد ما گفتیم ما توی گروه کلیه دانشگاه هنر گفتیم که کی مثلا هنره و ورودی بهمنه، چون اصلا هیچ خبری از شروع کلاسا نبود، هیچ کس نمی‌دونست اصلا چیه. بعد یه گروه من تشکیل دادم، یعنی به یه دختره گفتم که خب یه گروه، یعنی به من گفت یه گروه بزن. بعد گفتم خب چرا خودت نمی‌زنی اینا؟ گفتش حالا تو بزن دیگه. گفتم اوکی. گروه زدم. فکر کنم نمیدونم کمتر از 20 نفر بودیم که از یه جمع شدیم. بعد خیلی با هم یه حرفی زدیم اینا. بهمن تشکیل نشد ترممون، اسفند تشکیل نشد ترممون، فروردین تشکیل نشد. ما اردیبهشت رفتیم دانشگاه.
خود تعجب کردم. آره اردیبهشت رفتیم. بعد خلاصه همچنان با هم دیگه خیلی اوکی بودیم، حال با اینکه رشته‌مون فرق داشت و اینا. روزایی که همه کلاس داشتیم جمع می‌شدیم حرف می‌زدیم و اینا، خیلی اوکی بود. بعد خب همیشه اولش خوبه، یعنی هر روابطی که شروع می‌کنین همه چی اولش خیلی خوبه، با هم میرین میگردین، چی میگن مثلا خیلی خوش میگذره. بعد ترم اولت اینجوری که واو. بعد حالا من که دومین بار بود ولی خوش ترم اولی که من کرش خوندم اصلا زیاد خوب نبود، بخاطر اینکه به سری آدم ناجور واقعا ناجور آشنا شدیم که طرف اصلا بلد نبود صحبت، یعنی آشنا که نشدیم، مثلا خیلی همینجوری یه گروه تشکیل دادن، یعنی منو اد کردن، من با یکی دو نفر مثلا حرف می‌زدم، منو اد کردن. بعد دیگه چی دیگه یه اتفاقای خوبی نیفتاد. بعد خیلی اصلا کلا ضد حال بود در من دانشگاه کرش. بعد اینجا خیلی جوی شده بودم. این قصه اسکیپ و اتفاقات ناجور رو بیشتر بعد تعریف کنی. آره. خیلی کلی آره. که اینطور. اگه دوست دارید ادامه‌شو بدونید پارت خیلی خوبن. خب در کل در ظاهر واقعا آدم لذت میبره، بچه‌های خیلی خوشگلی ان. ای خب خوشگلی هستی. باید چی دقت کنی؟ درون مهمه. درون آفرین. آره. بعد یه چیز جالبه که از سن بچه‌هاست، مثلا یعنی می‌بینی یهو یکی مثلا 25 سالشه تازه شروع کرده، یکی مثلا 40 سالشه، یکی 50 سالشه. بعد اینش خیلی جالبه، من اینو دوست دارم که می‌بینم. آره. انگیزه میگیره آدم واسه کاری که داره انجام میده. آره. این خوبه. دیگه چی؟ در مورد پلات حرف بزنیم. خب بچه‌های سوانک هیچ وقت تو دانشگاه نیستن. بله. سوانک هم به چی معروفه؟ 2 تا چیز معروفه، بلاگرخیزه، رشته نمایشش معروفه. پلات محل فسق و آره. فسق و فجور، کراش دادن های مداوم. جذاب واقعا. البته میدونی خیلی اینجوریه که میبینی که آخه چه خوبه اینا، بعد یاد خاطرات عجیب و غریبت از دانشگاه میافتی و اینجوری که نه جذابی، خدافظ، بای بای. اینش خیلی بده دیگه، مثلا نمیتونی راحت ارتباط بگیری با بقیه. چرا فود کورتشو بستن؟ خب دیگه بعد از ترم 1 چه خبر؟ خب بذار فکر کنم. خب ترم 1 من بچه‌ها یه گروه بودیم و حالا بودیم و اینا و هم میرفتیم میومدیم. بعد من یه دوست پیدا کردم اونجا، یعنی با اون دختری یه جورایی روابطمون عجیب شد و به هم خورد و البته اون بعد 2 ترم نه دانشگاه رفت و من یه دوست جدید پیدا کردم. اونا رو اون جریان داره که بعداً توضیح میدم. بعد دیگه کم کم ترم 2 چه اتفاقی میفته؟ افتاده نمیفته. نه بذار ترم 2 میدونی چی میشه، اینجوریه که اولش جوری که من دیگه با هیچ کس صحبت نمی کنم، من دیگه با هیچ کس دوست نمیشم، اصلا نمیخوام با هیچ کس حرف. بعد اینجوریه که مثلا میری میشینی کنار یکی، بعد ناخودآگاه حرف میزنی، بعد دختره خیلی انگار دوباره اعتماد میگه چقدر دختر خوبیه، چه مثلا پسر خوبیه، چه آدم خوبیه. بعد اینجوری میشه که چیکار کنم؟ آره اخلاقم پایبندمونم یادت کنم. آره وقتشه که دوباره اعتماد کنم و ضربه بخورم یا نه. درست. این بده. بعد ترم 2 یکم اینجوری با همه اینجوری. آره 50 ترم 1 اینجوری که 100 آره برم جلو. دقیقاً. استادا رو اعتماد نکنید بچه‌ها. به استادا اعتماد نکنید. ای وای. من جدی من ترم 1 خب چی داشتیم؟ روابط ارتباطات بود. بعد من اصلا بچه بودم زیاد حرف نمیزدم. بعد اینو تو کلاس بحث این بود که مثلا آدما زیاد صحبت میکنن یا نه مثلا ارتباط برقرار میکنن اینا. بعد من اینجوری بودم که من قبلا اینجوری نبودم و اینا. بعد کلی نشستم حرف زدم با استاد، چون هیچ کس باهاش حرف نمیزد عملا و کلا همیشه 10 نفر اینا سر کلاس بودیم. من نشستم کلی باهاش حرف زدم و اینا.
بعد اینجوری بود که آفرین ببین دوستاتون چقدر حرف میزنن چقدر خوبه. بعد من اینجوری بودم که چه شما دارم اینا. بعد آخر ترم من برگمو اندازه موی سر استاد نوشته بودم. خب بعد تازه اون هم حرف زده بودم. بعد منو فقط پاس کرد. بعد نمرم مثل بقیه بود، یعنی اینجوری بود که اصلا این برگ کوفتی رو نگاه نکرده بود. بعد از اونجا شد که هر استادی که اول ترم خوبه خوشحاله و با هم خوبه اینجوری هم که بیا پایین میدونم که آدمو دورو هم بیا پایین. دردناک بود. آره ناراحتم. شاکینگ نبود. یادم نمیره که ناراحت. حالا ارتباطات من انقدر خوب بود. عاشقشم. رجبی. استاد رجبی. من نداشتم. بازم با در میدارم. ارتباطات انقدر خوب بود. سر کلاس خیلی با تفریح و اینجور چیزا درس میداد و واقعا کلاس جذابی بود و تهش هم یعنی واقعا چیزایی که فقط درس داده بود و خواسته بود. حالا وارد جزئیات نمیشم چون خودش گفت نگیم. اسمش آوردی تعریفش. من دیگه وارد جزئیات نمیشم. سن و سالشو نمیدونم. خیلی استاد خوبی بود. کلا استادایی که میگم که دانشگاه بررسی بود به نسبت استادایی که خودم باشم بررسی خیلی بهتر بودن. حتی استاد دفاع مقدس هم خیلی خوب بود. چقدر عجیب. من تنها کسی که خوب بود دفاع مقدسم بود. کی بود؟ سیروس؟ نه ببین توی کلاس خیلی اذیت می‌کرد. اینجوری بود که نفس نکشید. خفه شید. اصلا اینجوری بود که نباشید کلا حضورتون حس نشه. بعد یهو وسطش میگفت که صحبت کنید دیگه. آره کلا یکم اینجوری مودی بود. بعد ولی خب هم نمره خیلی خوبی داد. میدونی بعضی وقتا نمره بعضی وقتا نمره مهمه بچه‌ها. ببین اخلاق نداشته باشه خب نمره بده. نمره میده خب اشکال نداره. اخلاق نداشته باشه دیگه اشکال نداره. منطقیه واقعا. یا جفتش باشه خوب باشه دیگه. ببین اگه هیچی بهت نرسه که نمیشه میدونی. حالا جزئیات پارت جزئیات اتفاق خاصی نیفتاد تو ترم یکی یادتون مونده باشه؟ ببین واقعا میگم مثلا من نمیگم ترم یک با آدمو نگردید خب اوکی خاطره بد که میمونه قطعا خب ولی خیلی خوش می‌گذره. آره خیلی خوش می‌گذره. خیلی خوشه. ما هر روز بعد دانشگاه بچه‌ها هم سرما می‌کنن. بعد دانشگاه چیز می‌کردیم ما الان که بچه‌ها مستقیم این هودی رو میکشی سرت تو مترو میشینی اینجوری یا کتابتو میخونی یا فیلمتو میبینی یا حالا زبانی چیزی میخونی یا خوابی دیگه. آره حالا جدیدن ما یکم با هم صحبت جدیدن که بعد تازه چجوری صحبت کنیم مثلا دیگه اسکول شدیم دیگه. فکر کن 3 ساعت رفتی 7-8 ساعت کلاس بودی 3 ساعت هم داری برمیگردی خونه. یعنی بعد دیگه اینجوریم که آره میدونی چی داشتم میگفتم چی داشتم میگفتم. یه سری مثلا یه بعضی وقتا 3 ساعت فقط میخندیم یعنی هیچی نمیگیم. اینش بده. چجوری آشنا شدیم؟ آها بهتون بگم من دیارا رو دیده بودم تو دانشگاه. دیارا رو تو دانشگاه میدیدم. بعد ازم خیلی خفن میومد. منظور کی میدیدی یعنی اینو؟ نمیدونم مثلا من چون حافظه اینکه آدما رو ببینم حتی یه بارم ببینم بشناسم خوبه. مثلا اگه کسی حتی یه برخورد کوچولو هم باشه داشته باشن یا تو دانشگاه دیده باشمش قشنگ یادم میاد. من برعکسم یعنی اگه دیده بودمت هم اینجوری هم که نه من ندیدمش. بعد آره بعد کلا دیانا خیلی خفن میومده اینا دقیقاً یادم نمیاد فقط احساس می‌کنم که دیده بودمش. بعد توی کلاس حسین پور هم دیدمش. بعد اونجا گفتم این خیلی داوره خفن داوره گفتم این خیلی خفن. نمیدونم چجوری شد که آره اینطوری یعنی چی؟ خیلی نکشت از من واقعیت ها رو بیان میکنم. آره خیلی خفن و اینا بود. بعد سر کلاس طراحی صحنه هم با هم دیگه بودیم دیگه. من این ترم با همه سر کلاس طراحی صحنه داشتم. نمیدونم چه حکمتی داشت. من اینجوری هم که وقتی با یکی آشنا میشم و مثلا میبینم که خوشم میاد از رفتارش و اینا همون دفعه اول دوم اینجوری هم که آها این مثلا آدم مهربونیه این انگار مثلا میدونی
اگه خیلی سریع صمیمی نشم میفهمم که چه جوریه و اینا. مثلا ما سریع صمیمی نشیم، مثلا بیشتر اول مثلا حرف زدیم چون راهمون دور بود و اینا، مثلا ناخودآگاه خیلی حرف زدیم و اینا. بعد اینجوری بود که آخه درست فکر می‌کردم، بعد خیلی خوشحال داشتم بودم که چقدر خوبه. آدم حس خوبی میگیره که چیزش این فکرش درست در میاد. بعد دیگه سر اون کلاس با هم بودیم. بعد این خاطره من برای سامان تعریف کردم که خاطره هامون رو با هم جابجا کنیم که اون بگه اینو. بعد اونجا با هم آشنا شدیم. بعد نمیدونم موقع شما با هم اینتر آشنا شدیم؟ آره. جالبه. بعد میدیدم که دیگه کم کم با هم دارم میگردن اینا. منم که خب با دوستم به مشکل خورده بودم، واسه خودم میرفتم میومدم. بعد اون روز دیانا اومد نشست اونجا و سلام علیک کردیم. بعد دیگه با دیانا خیلی سلام اینا نمی‌کردیم، یعنی رد می‌شدیم. آخه من اینجوری هم که مثلا همه رو میبینم، بعد مثلا اسمو شاید یا بمیگم به زور مثلا 100 بار دیده باشم اسمش یادم میاد و اینا. بعد دیگه فقط اینجوری آخه چون زیاد چیز نمی‌کنم میگم اون چون ترم اول خیلی دیگه اینجوری بودم که سلام بعدش اینجوری بودم که اوکی آشنا دیگه، اینا همه آشنا، چون رشته ما اینجوری که همه آشنا دیگه، یعنی همه رو میشناسی دیگه. آره. بعد نمیدونم از کجا دقیق با دیانا رفتیم. اولین بار ما بچه‌ها همه داشتیم میرفتیم. آره. یه گروه اعظمی جمع شدیم و رفتیم به سمت مترو و از اونجایی که خب ما خونه همون نزدیکیه به هم به نسبت بقیه با هم حرف زدیم. آره. بعد از حیاط مترو هم نمیرفتیم بیرون. بکنم یه ساعت هم اونجا حرف زدیم. دهن من بسته اون دفعه دوم سوم بود. دفعه اول من خدافظی کردیم رفتیم. توی خود مترو خدافظی کردیم. آره دفعه اول دوم خدافظی کردیم. بعد مثلا دفعه سوم یا چهارم بود. و اینجوری بودیم که یعنی رسما نمیرفتیم خونه. بعد ما فرداش امتحان داشتم، اینجوری بودم که من نگهش داشته بودم. نگه داشتم هی گفت میخوای بری؟ فردا من اینجوری که نه بگو باید ادامه بدی. آره چقدر صحبت کردیم، یعنی فکر کنم از اونجا اومدن کافی نبود. آره. صحبت فکر کنم 3 ساعت داشتیم حرف زدیم، بعد یه ساعت تو آره. بعد دیگه طراحی صحنه با هم اسنپ گرفتیم رفتیم. آره. دیگه من اصلا کمکش نکردم، دوستم کمک میکنم. چیو؟ آها تو کلاس همینجور بس خودم رفتم چی هم شد. ولی اون روز باحالی بود واقعا. آره. بعد خود کلاسش خوش می‌گذشت، یعنی چون استاد چیز نمی‌شه سختگیر که بود، کلاس نبود توی کلاً که سختگیر بود. آره. خب بعد بچه شبیه امیر مهدی جوده است، خیلی شبیه. کاش عکسشو میتونستم اینجا بذارم، ولی اگه این ویدیو یکم بره بالا حالا الان نه بعداً اون وقت استاده میاد میگه که نمره رو چیکار کرد. بعد من دیگه نمیتونم بهش توضیح بدم که چی شد. آره اصلا سختی رو بود، ولی کلاسش اینجوری نبود که مجبورت کنه بیاد بالا سر یا بگه این کار انجام بده. اینا نه، مثلا گوشه بود به حال خودت، ولی خب در مورد درس دادن اینا سختی بود. و من اول ترم اینجوری بودم که من خواهم افتاد مطمئنم من اسم استاد نوشته بودم، یعنی یه سری استادا که خیلی بد بودن و اینا همون میگفتن نوشته بودم، بعد زده بودم این زبدر گنده. بعد حتی موقع انتخاب واحدم میدونستم که این خوب نیست، یعنی ظاهری که بچه‌ها گفته بودن خوب نیست. خب بعد من نوشته بودم که خوب نیست و اینا بر نداره به هیچ وجه. بعد دیدم بدبختی این بود که رشته ما فقط یه تایم و یه استاد باز میشد ترم پیش، یعنی هیچ چاره ای نداشتی، نه میتونستی با استاد بهتره برداری، نه اصلا میدیدی استاد بهتره درسشو ارائه داده یا نه. بعد گفتم که منم خوب می‌خواستم یه 20 واحدی بشم حداقل. بعد تنها روزی هم که میتونستم پر کنم هم چهارشنبه بود دیگه. برداشتم به اینجوری بودم که اشکال نداره. وای دیانا که روزای دیگه‌ش هم میومد سر کلاس چجوری تایمی که برمیگشتیم خیلی خوب بود. هوا تاریک شده بود، هوا خنک بود، ولی بچه‌ها اینجوری حالا ما میگیم واقعا رد میدی توی تایم تو مثلا فکر کنم 3 ساعت رفت، یه 7-8 ساعت کلاس، 3 ساعت برگشت، میشه چند ساعت؟ خودتون حساب کنید. واقعا میشه چند، یعنی کل روز. آره. خوشم قرار بود حساب کنم. بچه 6 با 8 میشه 14. 6 با 8 3 ساعت 12 13 گفتن دیگه بابا نزدیک بود. خب آره
این دیگه همین دیگه یعنی آره ولی خب یعنی اینجایی که تمام سختیش خوشم میگذره. این چی میگم، چون واقعا مثلا من خودم اینجوری که بهشم علاقه دارم، مثلا واقعا روی تنها چیزی که انتخاب کردم علاقه بوده. حالا اینم یه بحث جدا برای همون چیز کنکور میذاریم، ولی چون رشته‌ای که واقعا با علاقه انتخاب کردم اینجوریه که با تمام سختی راش به نظرم میارزه. لایک، سابسکرایب، کامنت، زنگوله. چه زنگوله؟ آها زنگوله. فشارش بده اینجوری.